در روز دوم نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو میان هیئت حکومت تاجیکستان و مخالفین تاجیک یک مناقشه سر زد. جانب مخالفین ادعا دارند که یک نماینده حکومت تاجیکستان به آنها حمله کرد. من میخواستم با داملا ایومدین یک عکس بگیرم. وقتی میخواستم عکس بگیرم که همون نماینده حکومت کاغذ رو از دست داملا ایومدین گرفت پرتوف. من گفتم برای چی پرتوفتی؟ من میخواستم عکس بگیرم و وقتی من با اون صحبت میکردم که از طرف دیگر یک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان آمده در روی من یک تزد. اما جانب حکومت تاجیکستان در صحبت با ما گفتند که برعکس مخالفین تاجیک خواستند اغوا برانگیزند و حتی به ماشین دیپلماتی حمله کردند. وقتی نمایندگان هیئت رسمی تاجیکستان در هیئت من در رستم عزیزی، همچنین سیف الله سفر و داملا ایومدین سفر از دری هتل برآمدیم برای بیرون تا اینکه همکاران ما منتظر بودند که ما باید میرفتیم و خوراک نصف روزی میخوردیم. در این صورت نمایندگان بگیم که مخالفان یا اعتراضگران اومده در بین ما صورت‌ها یا عکس‌های با شعارهای خود تقسیم نمودند و وقتی که داملا ایومدی پرسید که این چی است، چون که من از زبان انگلیسی میدونم در اینجا چی نیست، وقتی که اون رو ترجمه میکردیم و البته نماینده از همین هیئت ما گرفت و همین کاغذ رو برام همچون رمز اعتراض یعنی فشرد و در زمین پرتافت و در اون وقت نماینده بگیم که مخالفین یا کهنید گفت که ما باید چی کنیم، گفت که از اینجا بعد دیگه شروع شدن داشتنامه نویسی و گفت که اگر یک بار دیگه کاغذ پرتی من گوشاته میبرم، یعنی اگر به اصطلاحی بگیم از زبان قانون صحبت کنیم یعنی تهدید به واسطه به چی شد. گفت که وقتی گوشاته میبرم این چیز شوخی نیست، در زبان دیپلماتی میگه تهدید به یک شخصی که وکالت دیپلماتی دارد. آنهایی که در این حادثه شرکت داشتند از جانب مخالفین تاجیک گفتند که علاوه از جانب پلیس ورشو دعوتنامه گرفتند و فردا احتمال به بازپرسی دعوت شوند و آنها گفتند که امیدوارند که این قضیه درست تحقیق می شود و نفر گناهکار واقعا معین کرده می شود. ما شخصا وای ماشینا من کردن شدم و همون آدمی که این برادر زد با جوابگری باید یعنی که جواب میداد، اما او رنگی یک رفتار نامردانه کرده گریخت از اونجا. خب ما خواستیم تنها همون آدم یک آدمه. در جریان نشست نماینده سازمان امنیت و همکاری رسما از هیئت تاجیکستان برای سر زدن این مناقشه عذر پرسید. فعلا این حادثه از جانب پلیس تحقیق می شود و نتیجه‌اش شاید روزهای آینده اعلان شود. در شخصیتی مثل مارچین والیفسکی برای ما نماینده از ساحه اومد و گفت که واقعا هم این طرز رفتار اونها درست است در هر صورت و ما البته علیه اونها چاره‌های ضروری رو میاندیشیم و به پلیس نیز هشدار میدیم.